این چراغ ثبت شد یعنی که باز شده. اگه قسم دیگه باز میشه که رمزی وقتی رمز درست باشه اونو باز میشه، که نباشه باز نمیشه. یک بار ما اشتباه میزنم چراغ سرخ میشه که یعنی باز نشد. این مدل آموزشی جدید را که میبینیم قفل برقی است که انشالله که به این بخش میپردازیم که این هم یکی از پروژه های نهایی شاگردان بوده که به هدف آموزش به خاطر مسئولین و آموزش خود از این مسئولینی که با هم کار کردن، مثلا یکی از جمله زلگیجان هستن که سر از این پروژه زحمت کشیدن کار کردن. این من حیث مدل آموزشی بر دیگه شاگردان هم یا مسئولین هم ما استفاده میکنیم. این مدل آموزشی شامل قطعات همچون میکروکنترلر هستند که میکروکنترلر از اینا از جمله میکروپروسسورهای آردینو هست که ویر در داخل از کار شده و ماژول ریلی داره در داخل خود که بتونه قفل برقی را باز و بسته کنه و کیپد داره، یعنی یکی از آپشن‌های ازی که مثلا ما قفل میخوایم باز کنیم کیپد است که با استفاده از همون شماره که درش وجود داره یک رمز مشخص را خود ما تعیین میکنیم، با استفاده از همون رمز یا کد میتونیم این قفل باز کنیم. هدفی که ایجاد شده این نیست که ما بتونیم می کیپد و آر اف آی دی و آردینو یا که با هم چطور جوین شدن، چطور برنامه از این نوشته شده اینی را بیان کنیم. اما در کنارش باز ما میتونیم غیر از دروازه میشه که ما ایره مثلا در سیف استفاده کنیم، من حیث یک قفل به داخل یک سیف استفاده کنیم، یا ما میشه که با استفاده از یک قسمت دیگه یک بخش دیگه از برق و بعض مسائل دیگر را کنترل کنیم. یعنی فقط ایره نمیشه که ما بگویم یک قفل برقی جور کردیم و فقط دموج مورد استفاده قرار میگیره، نه، اما اساس شه که فهمیده شد، اساس شه که بچه‌ها یاد گرفت فهمیدن، باز میتونن ایره در موارد مختلف استفاده میکنن.